شما شنونده کافه استتیک هستین، جایی که علم و زیبایی در آرامش به هم میرسن. امروز قراره با هم یک نگاه عمیق و موشکافانه داشته باشیم به محصول فیوژن ریپیر از برند MC کاسمتیک و رویکرد مولکولی فوق‌العاده‌اش در ترمیم بافت رو تحلیل کنیم. خب برای اینکه یک تصویر کامل از این محصول داشته باشیم، این مسیر رو با هم طی می‌کنیم. اول از فرمولاسیون پیشرفته شروع می‌کنیم، بعد میریم سراغ مکانیزم اثر مولکولیش، در ادامه نقشش در تقویت ماتریس خارج سلولی و پایداری فولیکول مو رو بررسی می‌کنیم و در نهایت با پروتکل‌های کلینیکی و یک جنبندی علمی بحثمون رو کامل می‌کنیم. بسیار خوب، بریم سراغ بخش اول. فیوژن ریپیر در واقع یک بایو استیمولیتر یا محرک زیستی بسیار پیچیده است که در اسپانیا طراحی شده تا ترمیم بافت رو در سطوح مختلف انجام بده. اساس این فرمولیشن یک کوکتیل هوشمند و سینرژیک از مواد فعاله که هر کدومشون یک نقش کلیدی و مشخص در فرآیندهای فیزیولوژیک دارن. خب، حالا میرسیم به قلب علمی ماجرا. برای اینکه قدرت واقعی فیوژن ریپیر رو درک کنیم، باید عملکرد هر کدوم از اجزای کلیدیش رو در سطح مولکولی بشکافیم. اینجوری متوجه میشیم که این ترکیبات چطور مثل یک ارکستر هماهنگ برای رسیدن به یک هدف مشترک عمل میکنن. ببینید، اساس و پایه این فرمولاسیون سدیم DNA هست. این مولکول یک پولینوکلئوتید خیلی قدرتمنده که مثل بلوک‌های ساختمانی برای ترمیم سلولی عمل میکنه. در واقع این ماده با تحریک مستقیم فیبروبلاست ها برای تولید کلاژن جدید فرآیندهای بازسازی بافت رو سرعت میده و به نوعی دستورالعمل لازم برای ترمیم رو به سلول ها منتقل میکنه. بازسازی بافت یک طرف ماجراست، اما اثر لیفتینگ هم به همون اندازه مهمه. اینجاست که DMAE وارد عمل میشه. این ماده که یک پیشساز استیل کلینه در سطح عصبی عضلانی کار میکنه و با وادار کردن مایو فیبروبلاست ها به انقباض یک اثر سفت کنندگی و لیفتینگ فوری و کاملا محسوس ایجاد میکنه. حالا بریم سراغ ترکیباتی که وظیفه بازسازی ساختار و حجم ماتریکس رو به عهده دارن. هیالورونیک اسید اینجا نقش حجم دهی و آبرسانی عمیق رو بازی میکنه. این مولکول با ظرفیت فوق‌العاده‌ای که در جذب آب داره، نه تنها رطوبت بافت رو تأمین میکنه، بلکه فضای بین فیبرهای کلاژن رو هم پر میکنه و به این ترتیب خاصیت ارتجاعی و ساختاری ماتریکس خارج سلولی رو به شکل چشمگیری بهبود میده. خب، برای اینکه این فرایند بازسازی به بهترین شکل ممکن انجام بشه، ما به یک تنظیم کننده قدرتمند احتیاج داریم و اون رتینول یا همون ویتامین A هست. این ماده به عنوان یک تنظیم کننده کلیدی مستقیما فیبروبلاست ها رو برای تولید کلاژن بیشتر تحریک میکنه و همزمان فرایند تمایز سلول های اپیدرمی رو هم تنظیم میکنه که نتیجهش بهبود بافت و کاهش علائم پیریه. اما این ساختار جدید نیاز به استحکام داره. این نقش کلیدی رو سیلیکون ارگانیک بازی میکنه. این عنصر دقیقاً مثل یک داربست مولکولی عمل میکنه. یعنی بین فیبرهای کلاژن و الاستین اتصالات ارزی ایجاد میکنه و به سازماندهی و پایداری ماتریکس کمک میکنه و در نهایت استحکام بافت همبند رو تضمین میکنه. و در نهایت برای تکمیل این مجموعه ما به یک لایه محافظتی هوشمند نیاز داریم. اینجاست که کامپلکس ویتامین شامل ویتامین‌های C, E و B12 وارد میشه. این مجموعه مثل یک سپر آنتی اکسیدانی قوی عمل میکنه و ساختارهای سلولی را از آسیب‌های ناشی از استرس اکسیداتیو و عوامل محیطی دیگه محافظت میکنه. این کار پایداری نتایج درمانی رو به شدت افزایش میده. خب، تا اینجا با تک تک اجزا آشنا شدیم. حالا وقتشه ببینیم این ارکستر مولکولی چطور با هم کار میکنن تا ماتریکس خارج سلولی یا همون ECM رو تقویت کنن، فرایندی که در واقع کلید اصلی بازسازی ساختار پوسته. ماتریکس خارج سلولی رو مثل داربست ساختاری و عملکردی پوست در نظر بگیرید. یک شبکه خیلی پیچیده از فیبرها. کاری که فیوژن ریپیر میکنه اینه که به طور مستقیم و غیر مستقیم این شبکه رو تقویت میکنه و این کار رو از طریق یک مکانیسم هوشمندانه سه جانبه انجام میده. این فرایند در 3 مرحله هماهنگ اتفاق میفته. مرحله اول تحریک سنتزه، یعنی رتینول و سدیم DNA فیبروبلاست ها رو وادار به تولید بیشتر کلاژن و الاستین میکنن. مرحله دوم سازماندهی ساختاریه.
اینجا سیلیکون ارگانیک این فیبرهای جدید رو به شکلی منظم و پایدار کنار هم میچینه و در نهایت مرحله سوم هیدراتاسیون حجمیه. هیالورونیک اسید با جذب آب فضاها رو پر میکنه و به کل این ساختار حجم و انعطاف پذیری میده. اما قدرت این فرمولاسیون فقط به پوست محدود نمیشه. یکی از کاربردهای فوق‌العاده مهم فیوژن ریپر تقویت پایداری مکانیکی فولیکول مو هست. این موضوع به خصوص در درمانهای مرتبط با ریزش مو اهمیت خیلی ویژه‌ای پیدا میکنه. خب حالا که با تمام جنبه‌های علمی محصول آشنا شدیم، بریم سراغ بخش عملی کار، یعنی پروتکل‌های بالینی. این بخش در واقع یک راهنمای کاربردی برای استفاده صحیح و مؤثر از فیوژن ریپر در محیط کلینیکه. این جدول یک خلاصه خیلی خوب از پروتکل‌های پیشنهادی به ما میده. همونطور که می‌بینید برای جوانسازی عمومی پوست 4 تا 6 جلسه هر 2 هفته یک بار و بعد جلسات ماهانه برای نگهداری توصیه میشه. برای ترمیم اسکار و همینطور درمان‌های ریزش مو 6 تا 8 جلسه با همون فواصل زمانی پیشنهاد میشه. البته که این پروتکل‌ها کاملا منعطف هستن و بسته به شرایط بیمار میتونن تنظیم بشن. یکی از نقاط قوت فیوژن ریپر انعطاف پذیری بالای اون در شیوه استفاده است. این یعنی شما به عنوان پزشک گزینه‌های مختلفی در اختیار دارید. از میکرونیدلینگ و درمارولر گرفته تا مزوتراپی کلاسیک با تزریق مستقیم و حتی استفاده موضعی بعد از درمان‌های دیگه، همگی روش‌های موثری برای رسوندن این مواد فعال به بافت هدف هستند. خب رسیدیم به بخش جمع‌بندی. بیایید یک بار دیگه نکات کلیدی علمی رو مرور کنیم و ببینیم چرا میگیم این محصول یک طراحی هوشمندانه و چند وجهی داره و این فلسفه اصلی اثربخشی اون رو تشکیل میده. این جمله به نظرم بهترین خلاصه از جوهر علمی این محصوله. فیوژن ریپر در واقع یک فرمولاسیون پیشرفته است که با یک رویکرد چند جانبه و یک ترکیب سینرژیک به طور همزمان هم از سلول‌ها محافظت میکنه، هم سنتز ماتریکس رو تحریک میکنه و هم التهاب رو مدوله میکنه. همین طراحی هوشمندانه است که باعث میشه نتایجش هم طبیعی و هم پایدار باشن. و در پایان جا داره یک تشکر ویژه داشته باشیم از مهندس پروین برای گردآوری این مجموعه اطلاعات علمی بسیار ارزشمند.